بارودا شهری در ایالت گجرات هند. در مسجد جامع این شهر قاریان ایستاده قرآن می‌خوانند و برای عوض کردن صفحات این کتاب آسمانی چند نفر با هم همکاری می‌کنند. این بزرگترین قرآن شبه قاره هند است. داستان کتابت این قرآن نیز جالب است. حدود 3 قرن پیش پادشاه هندو مذهب وقت شهر از خطاط مسلمانی خواست قرآنی بزرگ بنویسد. او یک قرآن کریم به اندازه خیلی کوچک کتابت کرد. وقتی که به خدمت راجا میرسه قرآن رو تقدیم میکنه و اون نگاه میکنه میگه قرآن به این عظمت و بزرگی که ما شنیدیم شما به این کوچک به این صورت کوچک در آوردید، برید به اندازه عظمت قرآن قرآن کتابت کنید. خطاط این قرآن ایرانی و در حاشیه آن تفسیر و ترجمه به زبان فارسی است. 30 جزء قرآن حدود 3 تن وزن داشت و به علت سنگینی آن را در 30 جلد جداگانه تفکیک کردند. هر جزء 1 تن وزن دارد. مسلمانان شهر هر سال آن را می‌خوانند و پیروان دیگر مذاهب از جمله هندو مذهبان برای برکت آن را زیارت می‌کنند. حدود 20 سال پیش باران شدیدی در شهر بارید. این کتاب بر اثر نم و رطوبت زیاد پوسید. هیچ نهاد یا شخصی از عهده مرمت این کتاب بر نیامد. هندی ها دوباره به سمت ایرانیان آمدند. از کاغذهای دستسازی که اینجا در هند تولید میشه توسط همکارانمون حاشیه این قرآن رو برای استحکام بخشی اضافه میکنیم. ایرانیان حدود 2 دهه است که کار مرمت این 30 جزء را شروع کردند. مرمت هر جزء 3 تا 4 سال زمان میبرد. تا کنون 6 جزء این قرآن مرمت شده است. ایرانی ها همین قرآن رو مرمت میکنن و دوباره به هند هدیه میکنن. هر جزئی که آماده می شود مردمان شهر از مسلمان و هندو برای ورودش سنگ تمام میگذارند و با احترام آن را دوباره در جایگاه اصلیش قرار میدن. حالا مردم شهر بارودا خوشحالند که گنجینه بزرگ آسمانیشان دوباره احیا شده است. با مرمت بزرگترین و قدیمی ترین قرآن شبه قاره، یکی از میراث‌های مشترک ایران و هند دوباره احیا شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.